اینجا اعلامیه صدا سیما جمهوری اسلامی ایرانه که تحت نظر شخص رهبری حجت الاسلام و المسلمین آقای سید علی خامنه ای که انشاءالله پسرشون مجتبی رو میخوان به جای خودشون به رهبری ایران بعد از مرگ خودشون برگزینن. برنامه امروز ما در مورد تحقیق درباره ترانه موسوی هست که در سایت های اینترنتی و در شبکه های مختلف بین المللی ازشون بحث شده. گویا گفتن که اداره اطلاعات جمهوری اسلامی که تحت نظر رهبری اداره میشه خانم ترانه موسوی 22 ساله رو در تهران دستگیر میکنن و ایشون رو میبرن اداره اطلاعات و شکنجه میدن و یکی از شکنجه ها که خیلی هم معمول هست تجاوز به دختران و پسرانه. البته به همشون نمیشه، به تعدادی میشه که خیلی صحبت نمی کنن. این ترانه هم مثل اینکه از اون ترانه هایی نبوده خیلی چهچه بزنه، بعد صحبت نکرده بهشون هم تجاوز کردن. بعد اینکه تجاوز کردن گفتن این رو اگه ما آزادش بکنیم گندش بار میاد. بعد اینو سوزوندن و اینو بردن اطراف شهر قزوین پرت کردن. بعد به خانوادش هم اطلاع دادن که دختر شما مشکل ناموسی داره. بعد این چیزایی که تو خلاصه سایت ها میگن سایت های بین المللی افراد با نفوذی هم ازش دفاع کردن، گفتن این کار غیر انسانی بوده تا اداره اطلاعات انجام داده و خانوادش هم که به اصطلاح هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. حالا ما میخوام این قضیه رو بررسی بکنیم که این مسئله تا چقدر اصلا صحت داره. ما میریم، من خیلی خستم خانم، شما حوصله داری بریم پیش خانواده‌شون؟ خب شما منم حوصله ندارم، یه زنگ میزنیم مثلا میریم اداره ثبت احوال. ببینیم مثلا چند تا ترانه داریم توی ایران، درسته یا چند تا ترانه داریم؟ خب الان ما میریم اونجا. علیکم سلام. بفرم. ما اومدیم ببینیم که چند تا ترانه توی ایران داریم اصلا. خب من باید پرونده رو نگاه بکنم ببینم. سه تا ترانه بیشتر. 3 تا ترانه بیشتر نداریم. نه خب ببینیم این کاغذش رو لطف کنیم. بفرمایید. یکیشون از این 3 تا ترانه یکیشون که 42 سالشه، این 20 سال بیشتر دیگه نمیشه خانم. میشه؟ نمیشه، نه نمیخوره. بعد این یکی هم که عکس بچه هست، این 2 سالشه، 2 سال هم نمیخوره. یکی دیگه هم هست میاد توی کانادا است، این سنش معلوم نیست توی سیستم ما، اما یه آدرسی هست. میبینیم مادرش چی میگه. حالا ببینیم چی میگه مادرش. همینجور میبینید توی فیلم بعدا قبل پخشم کردیم و توی اینترنت هم گذاشتیم، مادرش میگه حالش خیلی خوبه. ببینید بینندگان عزیز، حال تمام ترانه‌های کشور خیلی خوبه، هیچ مشکلی هم ندارن. تهمت زدن، اداره اطلاعات بهش هم تجاوز نکرده، تجاوز هم نمیکنه، حالا به ترانه نمیکنه. به هر حال خیلی ممنون. برنامه امروز ما تموم شد. حالا برنامه آشپزی رو شروع میکنیم. بفرمایید خانم، نوبت شماست، آشپزیتون رو بکنید، ما فیلم میگیریم. بفرمایید.